سخنگوی داعش اعلام کرده که ابو حسین الحسین القریشی کشته شده. ولا تهینوا و شما احساس اهانت کوچک نکنید فی ابتغاء القومی در طلب کردن کافران. این تکون یعنی چرا بعضی اوقات مسلمانان میگه والا سعی که مسلمانان ضعیف هستن، مسلمانان قدر شهید دادن، که مسلمانان به شهادت رسیدن، که مسلمانان زخمی شدن. الله متعال میگه بی عقلی گپا را نزنین. چرا این تکونو تعلمون، اینجا علم از درد گرفته شده است. ولهم عذاب علیم که میگن این کنتم اگر شما این تکونو اگر هستین شما تعلمون که احساس درد میکنین، زخمی میشین، کشته میشین. فانهم امو کافرها و منافقا و مشرکا هم یعلمون، اورام احساس درد میکنه. اگر فیلمای از اونا رو سعی کنین که جورج بوش چطور گریان میکنه، ویدیوهاش چطور دلش تنگ آمده کفیده که ما صاحب کل دنیا و زندگی ما رفت، هیچ چیز بر ما نموند. اونا هم احساس درد میکنن، اونا هم زخمی دارن، اونا هم کشته میشن، اونا هم تکه تکه میشن. تنها شما نیست. فانهم یعلمون، اونا هم درد و رنج میکشن، متضرر میشن، اقتصادشان خراب میشن، کشورهاشان تقسیم میشن، تکه تکه میشن، در بین یکی دیگه خود بسیار وضعیتشان خراب است. کما تعلمون، مثل که شما احساس درد میکنین، لکن فرق شما با اونا چیست؟ و ترجون من الله، شما از الله واس آرزو میکنین ما لا یرجون، چیزی که اونا امید نمیکنن. اونا وقتی که چیز شد باز میگن اینقدر عسکر امریکایی هلاک کردی، چون اونا باز دیگه امیدی از الله ندارن، میفهمن که دیگه هلاک شدی. اما شما خب باز میگن که نه بابا ما مقام حاصل کردیم. أهرقت روحا بالشهادة.